شما فکر کردین شوخی میکنن که از قدیم تا حالا گفتن هنر از ایرانیان است و بس؟ بفرما نامجو رو نگاه چه کار میکنه. دیوانه کرد لامصب با این سبک کار موسیقیش. اصلا عجیب غریب. ایشون تا وقتی ایران بود چون از ساقی ارمنی میگرفت اوضاعش خوب بود. اونجا معلوم نیست الان فکر کنم تینر زده هستن. خیلی اوضاع داره پرواز میکنه. من یاد این نوار کاست های قدیم افتادم که آهنگا قبلا ما تو نوار کاست گوش میدادیم، بعد نوار کاست یهو جمع میشد. جهان پر فرقه نهایت بیان از